بهشت برای تنیسبازان و شناوران کشور. بزرگترین قصر تنیس و مجموعه ورزش شناوری دوشنبه رسما افتتاح شد. پرده را از روی لوحه رمزی پرزیدنت با همراهی شهرداری برداشت و اخیراً ورزشگران کشور صاحب ورزشگاه سطح بین المللی گردیدند. من عبدالله غربتی امروز نوبتدار در شهر درباره زیباترین مجموعه ورزشی کشور به شما قصه میکنم. ساختمان مجموعه ورزشی هنوز سال 2012 با فرمایش و مبلغ‌گذاری مقامات شهر دوشنبه شروع شده میدان 10 گکتار زمین را فرا میگیرد. مجموعه را 15 شرکت وطنی با سهم 5 شرکت خارجی و یاری 500 استای محلی بنیاد کردند و 200 نفر دیگر با استفاده دادن آن صاحب جای کار دائمی گردیدند. مجموعه ورزشی از قصر تنیس برای زیاده از 3000 مخلص با توقفگاه زیرزمینی برای 300 ماشین، قصر نمودهای ورزش آبی برای 2500 جای نشست، حوض شناوری گشاده با 300 نفر و در مجموع 27 لیفت عبارت است. قصر نمودهای ورزش آبی حدودش 20000 متر مربع از 3 آشیانه عبارت است و بلندیش 27 متر را تشکیل می‌دهد. 4 حوض شناوری در آشیانه یکم از جمله حوض آببازی، جهش به آب، اکوا ایروبیکا و بازی‌های آبی جایگیر است. این حوضها مطابق به معیارهای جهانی و برای بازی‌های المپی ساخته شده‌اند. همچنین در پهلوی مجموعه 8 میدان تنیس گشاد ساخته شده است که بزرگترین آن برای 1000 نفر جای نشست دارد. تالار دیگر و نکم از مجموعه ورزشی زیباتر و با حشمت‌تر قصر تنیس است که 5 آشیانه و 40000 متر مربع حدود دارد. با در نظر داشت اینکه مجموعه نوی ورزشی جوابگو به طلبات بین المللی میباشد، در آن منبت گذراندن چاره‌بینی‌های نه تنها جمهوریوی بلکه منطقوی و سطح جهانی نیز امکان پذیر گردید.